فصل زیبای بهار زمان خوبی است تا گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان در یک سفر 2 روزه روز خلیج فارس را گرامی بدارند. انتخاب مسیر کوهستانی رودبار علموت قزوین به سمت جنگل‌های سرسبز 3000 تن کابون در استان مازندران از سوی دانشجویان انتخابی هیجان انگیز و در عین حال مشکل به نظر می‌رسد. هرچند با نگاه در چهره تک تک آنان شور و نشاط جوانی و خواستن موج می‌زند. منطقه رودبار علموت شمالی ترین قسمت استان قزوین از 2 بخش رودبار شهرستان به مرکزیت شهر رازمیان و رودبار علموت به مرکزیت شهر معلم کلایه تشکیل شده است. منطقه سرسبزی که تراوت و سبزی خودش را از جنگل‌های استان‌های گیلان و مازندران وام گرفته است. هرچقدر از قزوین دور می‌شویم، چهره‌های پرسشگر بچه‌ها لبریز از سوال‌های بیشماری است که کارشناس کوهنوردی و راهنمای گروه قصد دارد به آنها پاسخ دهد و اولین مکان استراحت بهترین فرصتی است برای این پرسش و پاسخ دوستانه. ساعت حدود 1 از قزوین حرکت کردیم. هر جا موقعیت مناسب بود اونجا وای میسیم. صبح دوربر ساعت 5 صبح برپاس حرکت میکنیم. مسیر تقریباً 10 ساعت بودن پیاده روی داریم. مسیر بسیار زیبا، بعد یه مقدارش هم جنگلیه. بعد به جاده 3000 بشیم، قرار ماشین‌ها بیان انشالله اون طرف ما را سوار کنن. پیچ و خم‌های جاده منتهی به رودبار علموت یادآور زندگی دشوار مردمان سخت‌کوش این دیار در طول تاریخ است. هرچند امروزه و به خصوص در سالهای پس از انقلاب اسلامی راه‌های ارتباطی این منطقه کوهستانی توسعه در خور توجهی یافته است. خیره شدن به جاده و خط ممتد میان آن بهانه‌ای است برای دور شدن از هیاهوی زندگی شهری و پناه بردن به دل طبیعت و جاده با آن همه پیچ و خم به رگ‌های حیات بخش رودبار علموت شبیه است. رگ‌هایی که شریان و نبض تپنده هر منطقه‌ای محسوب می‌شوند. به رجایی دشت نزدیک می‌شویم. شهری کوچک و زیبا در کنار رودخانه پرآب شاهرود. رودخانه‌ای که نقش بسیار مهمی در کشاورزی منطقه داشته و حاشیه آن پر از شالیزارهای سرسبز برنج است که در کنار محصولات باقی منطقه یکی از منابع اصلی درآمد مردم رودبار شهرستان است. پس از عبور از پل قدیمی رجایی دشت که بر روی شاهرود قرار دارد به دوراهی رجایی دشت می‌رسیم. دوراهی که مسیر رودبار علموت را از رودبار شهرستان جدا می‌کند. جاده سمت چپ به شهر رازمیان، مرکز رودبار شهرستان و قلعه تاریخی لنبه‌سر ختم می‌شود.
و اگر جاده سمت راست را انتخاب کنی به رودبار علموت و شهر معلم کلایه مرکز منطقه میرسی. منطقه‌ای که دریاچه زیبای اوان، قلعه مشهور و تاریخی علموت و ده‌ها آبادی سرسبز را در خود جای داده است. پرواز عقاب‌ها از سالیان دور بر فراز قله‌ها و قلعه‌های این منطقه نشانگر استواری و ماندگاری مردمانش میباشد، تا جایی که نام این منطقه نیز از آن گرفته شده است. عله به معنای آشیانه و خانه و عموت به معنای عقاب و علموت همان آشیانه دور از دسترس و ماندگار عقاب‌ها محسوب می شود. گروه کوهنوردی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان به پاس گرامی داشت روز ملی خلیج فارس قصد دارند تا از طریق رودبار علموت قزوین به سمت کوههای 3000 تن کابون و استان مازندران بروند. هرچند آنان به خوبی می‌دانند که مانع بزرگی چون رشته کوههای البرز را در پیش خود دارند. دیشب توی کاروانسرا به حساب گردنه به حساب سلمبار یا سرجنبار اونجا خوابیدیم. ساعت 6 صبح داریم حرکت میکنیم به سمت روستای سرجنبار. ارتفاعاتی که به حساب اینجا الان مشخصه، اونجا به حساب اولین ارتفاع که کله قندیه ارتفاع 4200 متر تقریبا 4200 متر به حساب تخت سلیمانه. بعدی پشتیش حساب کوچکتره قله خرسانه. اون وسطی که به حساب تیغه داره به حساب علمکوه، حدود 5000 متر ارتفاع داره. برمیگردیم پشت سر ارتفاعات مشرف قزوین. اون ارتفاعات برای به حساب استان مازندرانه. ارتفاعاتی که مشرف قزوینه و علموته به حساب الان ما فقط ارتفاعی که میتونیم ببینیم ارتفاع به حساب سیالانه. و همینطور قله سیالان با 4250 متر ارتفاع هرگز نتوانستند مانع نزدیکی مردم دو دیار شوند و همواره تسلیم اراده پولادین مردان و زنان ایران زمین بودند. عبور از ارتفاعات البرز مرکزی کاری دشوار است که این بچه‌ها قصد انجام آن را دارند. هرچند در طول ادوار گذشته مردمان سخت‌کوش علموت با استفاده از چهارپایان و حتی با پای پیاده به استان مازندران رفته و مراودات اقتصادی خوبی با هم داشتند که نتیجه این رفت و آمدها نزدیکی فرهنگی در گویش، نوع لباس و فرم خاص معماری منازل آنهاست. این بار خورشید نزدیکتر و گرمتر به استقبال بچه ها می آید. آنها نزدیکتر به خدای خود قصد دارند تا با غلبه بر البرز استوار به سبزی و تراوت استان مازندران برسند. استانی که در قصه های مادر بزرگهایشان از آن به نیکی شنیدند.
فراز و فرود راه و کوهستان سبز بهترین تلنگری است تا دانشجویان جوان دریابند زندگی نیز چون این داستانی دارد و هرگز نباید از فرودها واهمه داشت. صدای پای آب به گوش می رسد. رودها و جویبارهای کوچک و بزرگ و آبی به زلایی و پاکی اشک و آنقدر خنک که می توان آن را احساس کرد. بله، رودها جاری هستند و انسان محتاج آنهاست و آنها چه بیریا در میان صخره‌ها و گیاهان مسیر خود را باز کرده و به سمت آبادی‌ها برای آبادی آنها می روند. از دیرباز علموت و مناطق پیرامون آن را سرزمین گیاهان دارویی نامیدند و در حال حاضر نیز در طول مسیر گروه به انواع و اقسام آن برمی‌خوریم. گیاهانی که در سالیان دور به کشورهای همسایه صادر می‌شدند و از منابع اصلی درآمد مردم این دیار بودند. هر چقدر که به کوهسار 3000 تونکاون در استان مازندران نزدیک می‌شویم، بر سبزی و تراوت طبیعت افزوده می‌شود. گویا نقاش این بوم زیبا رنگ سبزش را بیشتر به کار برده و این سبزی وقتی چند برابر است که رودهای کوچک و بزرگ در میان آن جاری هستند و به آن حیات ابدی بخشیدند. زلالی آبهای جاری در ارتفاعات علموت ناشی از صفا و مهربانی و نوع‌دوستی مردم این سرزمین است. انگار آنها نیز معتقدند که آب را نباید گل کرد تا شاید این آب روان اندوه دلی را بشوید و تکنان خشک مرد درویشی را خیس کند.
چهره بچه‌ها هنوز مملو از سوالات بیشمار است و لباس یک دست آنها که نام زیبای خلیج فارس بر روی آن حک شده نیز گویای هدف بزرگ آنان است. این که آنها نیز همصدا با دیگر گروه‌های جامع از بلندای البرز استوار به جهانیان بانگ میزنند که چو ایران نباشد تن من مباد. گذر از میان روستاهای مسیر و مشاهده نگاه مهربان مردم آنجا خستگی را از بچه‌ها دور می‌کند و به آنها انرژی مضاعفی می‌دهد. در این میان گذشتن از روی پل‌های چوبی که روستاییان بر روی رودخانه‌ها ساخته‌اند لطف دوچندانی دارد. اینجا مازندران زیباست و دانشجویان جوان باور ندارند که کار بزرگی را پس از 2 روز کوه پیمایی انجام دادند. بله، آنها فعل خواستن را با هم سرودند. خودروهای دانشگاه در پایین ارتفاعات 3000 منتظر فاتحان البرز هستند. جوانانی از جای جای ایران زمین که در قالب یک گروه دانشجویی یک دل و یک رنگ کاری بزرگ انجام دادند. آنها زیبایی‌های بی‌نظیر رودبار علموت را با سبزی و زیبایی‌های ارتفاعات 3000 در استان مازندران گره زدند. دست علی یارتان و خداوند همیشه نگهدارتان.